خودش را معرفی کرده شناسانده بود، اما آنها این نعمت را قدر نکردند. میگوید انسان وقت نعمت را قدر نمیکند، الله از همون چیز محروم. بینیش خاکالود بود کسی که رمضان بیاید و گناهان او مغفرت نشود. در قرآن یک آیت هست، الله میگوید که و ما قدر الله حق قدره. الله بنی اسرائیل را و امتان پیشین را وصف کرده، میگوید که آنها الله را، پروردگارشان را حقیقتا قدر نکردند. الله از بین بت پرستان و از بین مشرکان و چیزا بنی اسرائیل به پیامبر فرستاده بود. چقدر پیامبران زیاد فرستاده بود، با واسطه وحی و با واسطه همین چیزها خودش را معرفی کرده شناسانده بود، اما آنها این نعمت را قدر نکردند. میگوید الله، پس من آنها را بردم و به جای آنها یک قومی را آوردم که یحبونهم و یحبونه. آنها الله را بسیار دوست می‌دارند و الله اینچنین آنها را دوست می‌دارد. قدر نعمت باید در همون لحظه باید قدر کنیم برادران. هر نفری که تصور کنید سبحان الله، امروز نفرها میکوبند، مسجد میکوبند، یک لحظه یک شب اعتکاف شینم گفته، اما نیست متاسفانه. یا سال گذشته بینید وبا بود دیگر، این چیزها یک بهانه شد، یک چیزی شد که یعنی ما محروم ماندیم، از همون چیز محروم شدیم. این قاعده، این قانون الهی است که انسان وقت نعمت را قدر نمی کند، الله از همون چیز محروم می کند. انسان در همه چیز همین است و نشود که ما و شما مثل نعوذ بالله بنی اسرائیل، چنانه که الله گفت کشاد و روشن، وقتی قدر نکردند الله آنها را از همون نعمت محروم کرد. ما هم این بسیار برای همین هم رمضان پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که بینیش خاکالود بود کسی که رمضان بیاید و گناهان او مغفرت نشود و او از جمله محروم بنده های، یعنی رمضان میگذرد، گذشت دهه آخر به برادران، یک روزای به شمار ماند. چخیلی که الله میگوید ایام معدودات. خودش گفتگی است که در قرآن بعدی که میگوید من فرض گردانیدم رمضان را، روزه گرفتنش را، این روزها معدودات به شمار است، روزهای به شمار تیز گذشته می رود و کسی که این روزها را قدر میکند، این نعمت ها را قدر میکند، انشاءالله که از جمله بنده های میگردد که هم در این دنیا و هم در آخرت از جمله بنده های میشد که یک توشه خوب به دست آوردند و سربلند شدند و سعادتمند شدند. بله، دعا میکنیم که الله عبادتی هر یکی ما و شما را قبول گرداند در این ماه مبارک و در بهترین شبها.